سلام دوستان، خوش آمدید به این ویدیو آموزشی برای کسانی که میخوان گرافیک رو روی بالاترین سطح قرار دهد و میگن نمیشه، ایرور میده. اول از همه لایک، سابسکرایب یادتون نرود. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، این فیلتر شکن که در تصویر میبینید را میتونید از فروشگاه دانلود کنید. وقتی دانلود کردید روشن میکنید و داخل بازی میشوید و در تنظیمات گرافیک را پیدا میکنید. و همینطور که میبینید شروع به دانلود کرد. من ویدیو را تند میکنم تا خسته کن نشود. استادیوم گرافیک را که دانلود کردید میریم سراغ پولیر گرافیک که 393 میگ دانلود کنیم و خیلی راحت دانلود میشود. لطفاً کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید. نظریات داشتید تو کامنت ها بگید.